اگر 2-3 روز صحبت نکنم رادیوهای خارجی میگن که چه شده و من یه مثل یادم آمد و او این است که یه بچه‌ای دعا میکرد که معلمش بمیرد. معلم مرد، پدر این را برد به یه مکتبخانه دیگه، باز دعا کرد معلم بمیرد، مرد، باز پدر او را بردش به یه جای دیگه. به این پسر گفتن که دعا کن پدرت بمیرد و الا معلم بمیرد یه معلم دیگه هم هست. حالا این خارجی ها و اونهایی که تبع خارجی ها هستند باید دعا کنند که این سلاح الله اکبر از ملت ما گرفته بشد و این دعا هم مستجاب نیست و الا من نباشم باز خود ملت هست.